دست کشیدن شرکت فراز از تجارت مواد سوخت و نژاد در مرز قرقیزستان را میشد تصادف نامید اگر این شرکت تا این زمان مواد سوخت را طریق قرقیزستان به طرز قاچاق وارد نمی کرد و اگر این اقسام وجود نمی داشت که در سیاست هیچ چیز تصادفی نیست. البته این اعتراض می تواند در ذهن بینندگان عزیز پیدا شود که خود برهمدهی و فروش اموال یک شرکت سیاست نه، اقتصاد است. بله، اگر این شرکت به داماد رئیس جمهور تعلق نداشته تمام اموالش را با پشتیبانی مستقیم دولتی به دست نآورده باشد. فراز به مراتب بیشتر از اقتصاد سیاست است. بهانه رقابت پذیر نبودن برای شرکتی که اهرام فشار دولتی را در اختیار دارد اگر خنده آور نیست باور نکردنی است. حتی در صورتی که شمس الله صاحبوف به رقیب اساسیش در بازار مواد سوخت تاجیکستان گازپروم نفت روسیه نمی توانست از این اهرام فشار استفاده کند، او کاملا امکان بستن شرطنامه پنهانی با آنها را داشت و امکان اهرام فشار و مجبور کردن گازپروم نفت به بستن این شرطنامه ها را هم داشت. چنانه که سامان ایر توانست 4 شرکت روسی را مجبور کند که قیمت بلیت پرواز به تاجیکستان را طبق درخواست این شرکت معین کنند. پس تصمیم فراز اقتصادی نیو سیاسی است. اما چه عامل‌های سبب شدند صاحبوف از بازار مواد سوخت اختیاراً کنار رود؟ سوء استفاده از حد زیاد قرقیزها همیشه این جنایت شمس الله صاحبوف را که با طرز قاچاق از این کشور مواد سوخت وارد میکرد در بحث‌های مرزی به نفع خود استفاده میکردند. هیچ مقام در تاجیکستان نمیتواند اختیاراً کاری را انجام دهد که بر ضرر بیزنس داماد رئیس جمهور باشد. این بود که برابری به وجود آمدن کمترین بحث مقامات قرقیزستان با شمس الله صاحبوف تماس می گرفتند و به او دلخواه مقامات سفارش میداد به قرقیزها چقه نشوند. اما 2-3 سال آخر قرقیزها به قوله گذرانیدند. غصب بی‌پرده زمین‌های تاجیکستان، بستن راه، قتل شهروندان تاجیکستان هرچند برای صاحبوف دردسر نیست، میتواند به پدر روسش دردسر ایجاد کند. و این دردسر ایجاد کنی الکی شروع شده بود. اعتراض مردم و جامعه شهروندی به بیدادگری‌های قرقیزها و خاموشی مقامات تاجیکستان هرچی بلندتر صدا می‌دهد. این بود که امام علی رحمان از 2 اعتراض مردمی و محرومسازی دامادش قاچاق مواد سوخت یکی را انتخاب کند: دخالت روسیه به قاچاق مواد سوخت توسط قرقیزستان. بنابر حضور قرقیزستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا، مواد سوخت به این کشور از روسیه بدون اکسیز صادر می شود. این بود که صاحبوف مواد سوخت را اول به این کشور وارد می کرد، سپس با قاچاق وارد تاجیکستان می نمود. ماه اپریل سال جاری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به خدمات بی‌خطری فدرالی FSB سپارش داد برای پیشگیری قاچاق مال توسط قرقیزستان قزاقستان چاره اندیشد. معلوم نشد FSB چه اقدامی را در این راه پیاده ساخت، اما طبق بعضی اطلاعات غیر رسمی مقامات اتحاد اقتصادی اوراسیا در صدر روسیه در گمرک قرقیزستان تفتیش انجام داده اند. امکان دارد در این تفتیش قاچاق مواد سوخت به تاجیکستان از جانب صاحبوف هم کشف شده و روسیه از آن پیش بینی کرده باشد. این کار نه تنها فراز را مجبور به ترک بیزنس و فروش اموالش میکند، بلکه دست تاجیکستان در بحث با قرقیزستان را باز میگرداند. این است که در مناقشه اخیر تاجیکستان جرأت کرد با قرقیزها وارد خشونت شود. قربانی انتخاباتی. از طرف دیگر پاسخ شایسته به قرقیزها و خاتمه دادن به بیدادگری‌های آنها در منطقه‌های سرحدی میتواند رکلامه خوبی انتخاباتی باشد. هرچند داماد عزیز است، حاکمیت از او عزیزتر است. در عرصه انتخابات قبلی امام علی رحمان چند مقام قدرتی را قربانی کرده بود. این دفعه ظاهراً مقام مناسب برای قربانی پیدا نشد و امام علی رحمان تصمیم گرفت با یک تیر 2 نشان زند. هم به خیرگی روز تا روز بیشتر شونده قرقیزها که تهدید به حکومتش میکند خاتمه دهد، هم این کار را چون ترغیبات خوب در عرصه انتخابات استفاده کند. اما برای پاسخ شایسته دادن به قرقیزها باید کازر از دست آنها گرفته میشد.
فراز بجز اموال وابسته به بیزنس سوزشواری چند کارخانه دیگر از جمله کارخانه های استحصالی بتون و خشت را نیز به فروش گذاشته است. اما این کارخانه ها در بیزنس ایمپری صاحبوف جای چندانی ندارند و امکان زیادی وجود دارد که اعلان فروش این کارخانه ها تنها فریب نظر باشد.